سلام بچه ها، خوش اومدین به ویدیو جدید من در کانال آریا. امروز ما میخوایم در مورد کشوری صحبت کنیم که خیلی فقیر بود ولی الان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. اون کشوری نیست جز سنگاپور. سنگاپور مساحتش 735 کیلومتر مربع است. جمعیت 6 میلیونه. سنگاپور داخل قاره آسیا قرار دارد. کشورهای هم‌مرز اندونزی، مالزی هستش. شهرهای مهمش هم بوتیک تیما. این شهر از نظر جمعیتی رشد خیلی خوبی رو داشته و یکی از بهترین جاهای گردشگری سنگاپور هسته و شهرهای دیگرش هم مثل آنگموکیو و بدوک هستش. نمیدونم بچه‌ها بدوکه یا بدوکه، نمیدونم، شما بگین حتما داخل کامنت ها برامون بنویسین. سنگاپور 4 زبان اصلی داره: مانداری، انگلیسی، تامیل و مالایی هستش و نوع حکومت جمهوری پارلمانی هستش. بچه‌ها رئیس جمهوری سنگاپور از سال 2017 تا سال 2023 حلیمه یعقوب اولین زن مسلمان رئیس جمهور بود و تونست داخل صفحه میبینید از کشور فقیر به ثروتمندترین کشور جهان تبدیلش کرد. این کشور هیچ چیزی نداشت و این حلیمه یعقوب تونست که کشور رو با اینکه هیچی نداشت به ثروتمندترین کشور جهان تبدیل کنه و الان یکی از بهترین جاهای دیدنی، مثلا هر کی بخواد بره جای دیدنی، تکنولوژی و ساختمان‌های مدرن و اینایی داره و این کشور 36مین اقتصاد بزرگ جهانه. و اینو بگم یه چیز خیلی مهم، این کشور یکی از معتبرترین پاسپورت‌های جهان داره. یکی که چه عرض کنم، 195 کشور بدون ویزا میتونیم بریم و چرا اینجوری بگیم 193 کشور، اینجوری بگم که به تمام کشورها میتونی بری بدون ویزا. این کشور پایتختش سنگاپوره، اسم خودشه، واحد پولیش دلار سنگاپوره و اینجوری بهتون بگم و الان رئیس جمهورش عوض شده. آقایی که اینجا تصویرش رو میبینین اسمش خیلی سخته ولی براتون مینویسم. مفت همجور من یا کشوری به خودش گرفت، کشور ثروتمند، اصلا یه وضعیه. و اینو خواستم بگم کوئل دینگ یو با ای پینگ دیشن خوان دینگ گون. And like this video, Vidi Binginian